برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. امروز ریاست شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان وابسته به وضعیت مرکب و پیشگیری از پنجشنبه بیماری سرطان کرونا ویروس کووید 19 در اساس تجربه دولت‌های اسلامی از جمله شاهیگری عربستان سعودی، جمهوری ترکیه، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان که نمازگزاری را در مسجدها منع کردند، از جمله موقتا قطع خواندن نماز را در تاجیکستان نیز اعلان نمود. جمهوری‌های قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان نیز چنین تدبیر را عملی کردند. اداره مسلمانان ازبکستان همچنین دایر به منع مراسم حج در سال 2020 قرار دخلدار به تصویب رسانیده است. این همه عملهای فوری و سریع تنها به خاطر حفظ سلامتی و نجات بخشیدن آدمان از بیماری سرطان کرونا ویروس می باشد که در حقیقت تا به امروز جان هزارها نفر را از بین برده، فعالیت صدها کارخانه و شرکت ها را منع نموده است. بغیر از این مردم زیاد با علت نجات یافتن از آفتی که نظیرش را انسانیت یاد ندارد در خانه های خود حبس شده امیدوار هرچی تیزتر خلاص شدن از این بلا را دارند. ما نیز باید در پی عافیت مردم و حمایت شهروندان خود تمام چاره‌ها را مورد استفاده قرار داده از این وبای عصر خودمان، فرزندانمان، پدر و مادران و عموما تمام ساکنان مملکتمان را نوبسته از مذهب و دین نجات بخشیم و وطن عزیزمان را از همه خطرها حفظ نماییم. طبق فرموده‌های شریعت اسلام حفظ سلامتی انسان در مرتبه اول می ایستد. در این مورد در قرآن کریم آمده است و خویشتن را با دستهای خود به ورطه هلاکت مافکنید. در چنین وضعیت که حفظ سلامتی فرض است و نماز جماعت سنت می باشد، باید صحتی هر یک انسان حمایت و حفظ شود. وابسته به این رعایت نمودن توصیه‌های متخصصان ساحه طب نیز مهم می باشد. شرایط موجوده را بینابر گرفته جهت پیشگیری پنجشنبه بیماری سرطان کرونا ویروس که آن را فاجعه عصر نامیدند، ریاست شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان قرار قبول کرد که گذرانیدن نمازهای جماعت 5 وقته، جمعه و تراویح در مسجدهای مملکت و جماعتخانه‌ها تا بهبود یافتن وضعیت از روز 18 اپریل سال 2020 منع کرده شود. در ماه رمضان برگزار نمودن هر گونه جمع آمد، تراویح، افطار، عیدگردک و دیگر مرکه ها منع کرده شود. زکات، صدقه فطر و دیگر خیریه ها به شخصان نیازمند، یتیمان، بی‌پرستاران، معیوبان داده شود. شخصان سخاوتمند می توانند صدقه و زکات خود را برای پیشگیری بیماری سرطان مذکور به صورت حساب خزینه مخصوص گذرانند. شهروندانی که نیت حج داشتند با سبب پورا بسته شدن زیارت خانه خدا مسجد الحرم مبلغ‌های به این نیت جمع کرده خود را اول در کارهای آبادانی خانه و در خویش، بعداً برای عملهای خیر و ثواب به مانند آوردن آب، کندن چاه، ساختن پل و دیگر کارهای خیریوی دهه و محلی خود که هر کدام صدقه جاریه می باشد صرف نمایند. توصیه‌های طبیبان و تدبیرهای وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی هنگام روزه‌داری و دیگر مراسم قطعاً رعایت کرده شوند. وابسته به روزه‌داری شورای علما توصیه‌های خود را سر وقت آماده کرده پیش از سرشوی ماه مبارک رمضان آنها را به تصویب